خدا سلام بچه، امروز با تفریق اعداد اعشاری در خدمت شما هستیم. دو روش داره تفریق رو که بخوایم محاسبه کنیم. یکی روی محور میتونیم به دست بیاریم و یکی هم به روش اینکه زیر هم بنویسیم و محاسبه رو انجام بدیم. برای اینکه روی محور انجام بدیم گفته 2 و 6 دهم منهای 1 و 4 دهم. پس ما میفهمیم که هر واحد باید به 10 قسمت تقسیم بشه. خب من این کار رو انجام میدم. بچه من اینجا هر واحد رو به 10 قسمت تقسیم کردم. 2 عدد صحیح و 6 دهم. پس از اینجا تا اینجا 1 عدد صحیح، 2 عدد صحیح و 6 دهم. 1 2 3 4 5 6. خب اینجا میشه، این میشه 2 عدد صحیح و 6 دهم منهای 1 عدد صحیح و 4 دهم. بچه گفتیم که هر عدد صحیح 10 قسمت از این کوچیکا میشه. خب پس اگه من 10 قسمت برگردم به عقب، یعنی یک واحد من برگشتم به عقب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. تا اینجا شد 10 قسمت، یعنی یک عدد صحیح و 4 دهم. تا اینجا این یکش. حالا 1 2 3 4. ببینید بچه اینجا میشه. این چه عددی رو نشون میده؟ 1 و 4 دهم. خب اینجا ببینید بچه افتاد روی این خط. خب اینجا چه کسری رو به من نشون میده؟ اینجا 1 و 2 دهم رو به من نشون میده. 2 دهم. 1 و 2 دهم رو به من نشون میده. خب اگه من این تفریق رو به این شکل هم بنویسم، ممیز رو میارم پایین. 6 منهای 4 2 2 منهای 1 دوباره به من 1 و 2 دهم رو داد. پس جواب من صحیح هستش. امیدوارم که یاد گرفته باشید و در ادامه من بیشتر راجع به اعداد اعشاری ویدیوهای بیشتری رو براتون میذارم. اگه یاد گرفتید از این آموزش حتما من رو حمایت کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. متشکرم و خدا نگهدار.